این بار آمدیم به ولایت زیبا و ولایت زیبای تخار و ولسوالی فرخار. خواستیم که این بار برنامه داشته باشیم با قوم گجر یا اسماری این ولسوالی. چند صد خانواده ولسوالی فرخار از قوم گجر هستند. دیگه تنها تغییرات ما شاید مدت 1000 خانه باشند. ماشاءالله. عروسیتون میگه قسمی است که عروس بیای خانه باز نکاح بسته میکنیم. بله سه. و باز نان میتید مردم. بله سه بله. ما در که میایم یک شب عروس که در میاد در خانه خلبت به همراه خانما اینجا شب می باشد. ظلم که ما مردم گجر دیدیم هیچ کسی دیگه ندید. مردم چرا گجرها را اسماری میگن دیگه؟ اینا خو از منطقه اسمار آمدگی هستند و یک تعدادی از یکی از منطقه گجرات پاکستان است که در دوستان عزیز تشکر از صبور جان که امروز همراهی ما میکنه و پشت صحنه است و برنامه ما را از یاد نبرید و ما هم رفته هستیم تا رسم و رواج یک قوم را ان شاء الله به تصویر بکشیم. درود وقت شما بیننده عزیز خوب یوتیوب چینل افغانستان ما. به یکی دیگری از برنامه‌های ما خوش آمدید. این بار آمدیم به ولایت زیبا و ولایت زیبای تخار و ولسوالی فرخار و ما دو قریه را از نزدیک دیدم. قریه کندال که رئیس نجم الدین وکیل گذرشان بود و گفتنی ها همراهشان داشتیم و حالی آمدیم به دهن زیره که اینجا مردم بیشترشان کوهنشین است و از بازار و از سرکای عمومی دور هستند. خواستیم که این بار برنامه داشته باشیم با قوم گجر یا اسماری این ولسوالی. بیننده عزیز رسم و رواج گجرهای این ولسوالی متفاوت‌تر از ما و شماست، به خاطر که اینها جاها زندگی میکنند که همه کوهها و سبزیجات است و با ما باشید و برنامه ما را از دریچه افغانستان ما ببینید. دوستان عزیز ما رسیدیم به قریه گجرها یا اسماریا و با کاکا عبدالرحمن هستیم. کاکا عبدالرحمن سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما در برنامه خود خواستیم که از زندگی رسم و رواج و شما از شهر و بازار دور هستین. بله. زندگی کوهانه یا در کوه زندگی میکنین چطور است؟ ما که کدام رسم و رواج براتون تعریف بکنم؟ تاکو نمی مالداری در سابقه ما مردم اینجا مالدار بودیم، من حیث مالدار بودیم.
دیگه در یک مدتی که این مشکلات های انقلاب در سر ما مردم اومد، مالداریم از پیشمان رفت. در مهاجر شد مردم از اینجا تا رفتن بغلان، اندراب، طرف های خندس، مزار، سمنگان، دانه اوری، در او طرف های مردم که میبینید این محل هست با واره شدن از این منطقه. چقدر خانواده، چند صد خانواده ولسوالی فرخار از قوم گوجر هستند؟ دیگه تنها تگاوی راست ما شاید مدت 1000 خانه باشند. ماشاءالله بسیار خانواده هستند. بله سیب. دیگه چند قیره هستند سیب. این قیره که ولی شما در از ما پرسان میکنین و در قیره که شما موجود هستین با نام قیره دهن زری است دیگه. دهن زری. دهن زری. در این تنها در این کوی که بلند میشه دره که شما این طرف میبینید تنها 70-80 خانه گوجر دیگه است. دیگه عالم زندگی با شکل میکنن که راه ندارن در این منطقه، سرک آمد ندارن، با یک مرکب دور ایروتان هم تیر میشن و اقتصادشان پیش میبرن. و دزونی از او که در این قیره که بعد از این خلاص شده با قیره خشکه آخرک میگیم، با پشت اونم در این محل دانی زری با ایجاد یاد میشن. از اینجا که خطا میکنن با قیره دانی شلخا با سنگ آتش، از سنگ آتش با شلخا باست، از شلخا با خشکه چندین قیره هستن. این قیره ما با تگاوی راست، این تگاوی او طرف که میگیم و نام تگاوی چپ میشن. کاکا عبدالرحمن، در این مدتی که شما در کوه ها زندگی میکنید چی چالش‌های، چی کارهای دم روی شما را گرفته؟ شما چقدر در اینجا زجر کشیدین در کوه ها؟ ما صرف انقلاب دمی رو ما پیش از قبل از امارت اسلامی که در زمان جمهوریت ما مردم در آسیا منازادانه در اومده نمیتونستیم، با شکل شب می آوردیم مردمان در پشتمون میبردیم، با مرکب میبردیم، بسیار با مشکلات بودیم. دیگه با نام امارت اسلامی ما مردم هم میگرفتن، لطکوب میکردن در زمان جمهوریت حکومتشون دیگه. بلکه حالی الحمدلله از امارت اسلامی بسیار خوشحال هستیم که از طرف اقام غربی منازادانه دیگه میریم، دزدی نیست، گرگی نیست، مال ما کسی به زور نمیگیرد، بشردوستی آزادانه میریم به طرف کار ما، به طرف اولاد کامون، طرف کسایی که دست همی آبادی هستن در مکتب میرسن، کسایی که در مکتب نیستن. حالی اکثری مردم مکتب من وجود نداره. من درس میخونه اولادایتان؟ بله سب کسایی که در اواریت میرسن، کسایی که فعلا که در 70 خانه که در اداره داریم، نمی 70 خانه نه درس است نه قاری خانه است، هیچ اولاد تقریبا 1-2 ساعت راست، 2 ساعت را بعد درس میرسن، بعد درس میرسن دیگه. تا هنوز هم در این گپا در پیشنهاد شدگی نیستن. کسایی نیامدن مثل شما واری جوانان از ما پرسان کنه زندگی من، اقتصاد من، از دیگر من. کاکا عبدالرحمن اینجا کاکای دیگر داریم، ایران برای ما معرفی داشته باشید. ای کاکا سوزالی میگن. کاکا سوزالی سلام. و علیکم سلام. چقدر خوب نام داره کاکا سوزالی. نام تو چرا کاکا سوزالی؟ اصلی نام شوالی است، به نام اسم ولدی تذکیره شوالی. شوالی اما حالا به تخلص سوزالی میگن. سوزالی بسیار جالب نیست؟ بله سه. کاکا سوزالی سلام. خوب هستی؟ بخیر. این نام کی مانده سرت؟ نام پدر و مادر. پدر جان زنده است؟ نه پدرم فوت کرد، مادرم فوت کرد. خودت کجا زندگی میکنی؟ اینمی دانزری. دنزری؟ اینمی خانه‌اش هست. اینمی خانه که چند تا؟ او نام خانه او برگی از اوست. او نام خانه. کاکا عبدالرحمن اگر سیل بیای خانه خطاب نداره. حالا چی کنیم؟ سیل اگر بیاد دیگه زندگی ما مردم قرض زندگی نیست که مثال شینگ پایان یک مدت رنگ پارتیم یا سیمت پارتیم یا دم شاگام بند پارتیم دیگه. نمی یک زندگی است که فقط شب و روز میکنیم. دوستان عزیز، از خانه از گل و سنگ ساختگی یک تصویرم داشته باشیم و این خانه خو طاقت آب و طاقت سیلابی را نداره و این مای عمل است. از این بعد ایجا سیلاب هم زیاد میشه. این یک سبب این داخل دره سیلاب میانه. ما مردم بسیار تکلیف و از این درم میه؟ ها درم سیلاب مالا بود که همین اینجا ما کشت کرده بودیم، همین گندم کرده بودیم، گندم شد برد پارسال. همین دریای آمه که آبی ارسجا و از بالا میاد. ما مردم در سابق قبلا بابا من در زندگی میکرد، زمین داشت، مسجد داشت، کلی از این دریا برد و هرچند که در اون زمانا که با نام گوجر کسی در جات پرسان نمیتونست. ما در یک مدتی که در زمان جمهوریت آمد و ظلم و ستم در سر مردم. سلام کاکا. سلام کاکا، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی. مصروف کار بودن کاکا. خوب هستی؟ نام چی است؟ مدلم. کاکا مدلم. همینجا کار میکنم اینجا؟ خانه چپا شده دیگه.
جور کردی سی این بارشات بارشای موسمی این بارشایی که چند مدتی برای 2 هفته یا 3 هفته کشیده نمی چپا کردن اینا. چرا قوم شما فراموش شده؟ قوم ما والا دیگه جاهایی که کسایی که رئیسی از مستقیم داشتن و شورای مستقیم داشتن، این مردم ها که یک مدتی در این جاده خیره زندگی میکردن، از این خیره که فرار کردن بالا به حساب مینایسی رئیسی هم بستگی مردم نداشتن و رئیسی خیرجات چون که نمیجا داشتن و برای مردم قومی ما نه داگام مواد زمستانی اینا را گرفتن، نه داگام مدت موادی که اقتصادی برای مردم نه دایی گرفتن، نه کسایی که در مالداری، در بخش مالداری، در بخش مرغداری، در تمام چیزش این مردم ما وجود نداره. فقط صرف که در اولی که اینا شروع کردن در ایجاد به حساب همین توضیحات در زمان جمهوریت یک سولار برای مردم دادن. یک سولار. یک سولار. یعنی همون دیگه یک سولار یک بطری. و خواهشتان از کسایی که میبینن، کسایی که واسطوان دارن و ما دوستای عزیز اصلا موضوع ما رسم و رواج گوجرا هستند و پرسانشان میکنیم خوراکی ها با چی تیار میکنین؟ خوراکی ها ما مردم نمی یک خوراکای عدالانه داریم که دیگه حالی همین فصل بهار است. در جا که ما مردم سابقه آری مالدار نداریم، مالداری ما نیست که مثال ماست باشه دیگه یک شیر باشه دیگه باشه دیگه نمیشه دیگه همین سبزیجات است و یعنی همین چای بوره است و نمی در جا مردم یک سری نمون تو کچالو همین مردم ها رسم رواج خوراکیشان نمیست. عبدالرحمن میگه که وقتی که داماد میگه عروسیش باشه میگریزد میره در کوه. چرا؟ ای گپا سب یک مردم یک توطئه ها جور کردن. اگر نه گپا این فرهنگ تا نیست؟ نه فرهنگ ما نیست. سابقا مردم تو بود سب که یک کسی که عروسی میکرد و همون تو میشرمیدن در مجلس نمیومدن میرفتن که این امروز عروسی توست. دیگه این مردم هم میآوردن خلاف در مجلس نکاح واسطه میکردن میرفتن. ولی اولاد میگه که پدر مرا زن بده. پدر مرا زن بده. ولی مردم خیرجات فرخاری ما در رد گوجروالا که یک رشخندی جور کردن که والا قوم گروز گیزن میگن میگریزه. ولی چطور نمیگریزه؟ ولی میگه بیا زن بده. ولی سیوا. نه آجی صاحب چند نکاح داری آجی صاحب؟ چند نکاح داری؟ چند عروسی کردی؟ 3 عروسی کردیم 3. ماشاءالله. 3 عروسی کردیم 2 تاش فوت کرده 1 تاش هست. نه آجی صاحب ماشاءالله میتونی که 80 سال از تازه مانده. دوج ما جناب نمی خوبش هست که در زمانی که حالا در جا میگیرن مثالش 5 لک 6 لک 7 لک 8 لک روپیه و قانون ما مردم در وسطی که با بچه کاکامون میتیم یا با بچه ماما میتیم 70,000 الا تا 1 لگه. عبدالرحمن 70,000 تا 1 لگه یک مابین خودتان. در مابین بلستان. امروی فارسیوانا یا دری زبانام شما دارین؟ نه سب نه. یا پشت زبانا شما؟ پشت زبانا داریم. در پشت نکاح کردین گرفتین؟ نکاح کردیم با پشت زبان دادیم مثالش 1 لک روپیه یا 10 لک روپیه یا 5 لک روپیه با پشت زبان هم که از ما گرفته اینو تو بنامو خالی نشان. با چند زبان بلدیت دارین؟ ما والا شخصی هم یک زبانی قوم گوجرا بلد میکنه درجه چون که اجتماعی با این مردم تاجیک ما چیز زندگی میگیم فول هم اجتماعی با لفظ تاجیک است. ما عروسی‌های شما را دیدیم همینجا ان شاء الله کدام فرهنگ یک فرهنگ از یاد طلا و دفن نه است. بله سابقه بودن پیش از امارات اسلامی نمینا میکردن عالی نیستن عالی همین گپا که مردم با رجوع کرده با آواری و نمی رسم رواج عالی گم کردن. اگر نه سابقه باید باشه رسم رواج. حالا کسایی که نمونه یاد داشتن ولی اونا در حالت کوماستن. اینا کاکا برای ما مینا چی میخوانی کاکا؟ چه خنده اجتی نمیتونم. همون کاکا جنگل میگه بسات کنی کار گل جمروز کنی کار. بسات کوی ارزانه. کسی که میگه دیگه. کی یاد داره؟ یاد داری؟ کاکا اجازه کسی نه. اونا شاعرها بودن که اونا بالا ماندن. کدام شعری گوجری؟ هیچ یاد نداریم. کی هستی کی یاد داره خیر؟ اینجا به نام سید امیر یکاتی را میگفتم تخلص به نام جانچیست و او همین گپا را همین شاعرها را یاد. کدام کلمات از او یاد داری از او؟ نه والا از او چی یاد ندارم. بچه کاکام زبان اون خودش کی نفهم ما فهمیدم نمیتونم. با گوجری یک پیام کوتاه به مسافرای ما هموطنای ما کاک عبدالرحمن. والا ما سواد ندارم که مثال جای روی کتاب یک شاعر براتون بخوانم. نه تو بگو با گوجری. دوستای عزیز هر جایی که هستین صحتمند باشین با زبان گوجری. ما را میبینین از یوتیوب چینل افغانستان ما. آیا هر کنجه هم نتمده که هم ولایت تخار کیتی ولسال فرخار کیتی اسیدو هم دتو اسیدو کنا پو هم مش خوش امارت اسلامی افغانستان تی
جا الحمدلله چوری مهر دستی گم گه ما چنگ زندگی گذر کی پیش چله اصلا چنگ حکومت چنگ سونیسیات گذرنی لفظه اس هم ما شکروانه اگر بگیم بسیار خوب چی بگیم؟ بیخی چنگه بیخی چنگه آجی صاحب بیخی چنگه ما حوال گفتم اینجا خلاص کردیم دیگه از نه ما خلاص تو گم میزنیم بیخی چنگه حکومت هم خوش است حکومت از ما که خوش غریبانه از ما حکومت از ما خوش ها تو بر خبریال که خوش نهی خوش کی میگه خوشه زبانتان بسیار شیرین است ما یاد بگیرم اما کمی فهم که تو کیس کی پوتو بچه کیسی خلاص آو تو فهمیدم مگم بیای درس خوانی پیش ما خیلی پدر ما میفهمید مقصد زبان شما را میشناسی خب بله سبحان خدا بخش عبدالغفار ماشی عبدالغفار سی بله نشناسم و رسم و رواج تو ما صحبت کردیم که شما 1.5 لک و 2 لک میگیرین باز چی پخته میکنین روزای عروسی ما روزای عروسی همیشه چیزی که رسم رواج مردم است ایستا میریم کوک عبدالرحمن دیگه رسم رواج مردم محل فرخاری ما نمیست بخیر بری کوکا کار دارم صحیح خب رسم رواج مردم فرخاری ما نمیست که کسایی که عروسی میکنن دیگه نمی یک روز بچه دار خبر میکنن میگه در فلان وقت یا بعد از ظهر یا پیش از ظهر نانی دیگه عروسی ما تکمیل میشه ما مردم سه همین ما چی خبر میکنین ما فقط شما را اگر رسم رواج ما مردم نمیست که این روز توی فلانی است توی بچه‌م است این روزا نزدیک نداریم کدام نه سب نه فرض مثالش بچه‌م از زن میتون یعنی کار درای میگیم فردا وگا توی بچه‌م است همین شب هم اینجا نان میخرید دجا قطیمون هستیم میهمان کسایی که ایرای دور و نزدیک میاد یک شب دجا میباشی فردا چای دجا میخرید نانی دور میخرید با درست میگیم باز عروسیتون میگه قسمی است که عروس بیای خانه باز نکاح بسته میکنین بله سه و باز نان میتید مردم بله سه بله ما دجا که میایم یک شب عروس که دجا میاد در خانه خلبت به همراه خانما اینجا شب میباشد بعد فردا چای اگه خردن بعد از گذشت چای اینا نکاح بسته میشه بعد از مدت نکاح بسته شدن مردم نانشا میخورن نانی دور شد دیگه دورکی تخاری بود تخار میره قندوزی بود قندوزی میره ورسج بود ورسج میره خب دوستای عزیز ما یک برنامه خاصی هم داریم امروز رسم و رواج عروسیشان و حال ما فقط امروز از آمدیم معرفی شدیم تشکر که کاکا عبدالرحمن که ما را وقت دادید خودت هم کار داشتی جای میرفتی بله سه ما هم کار داشتم میرفتم چون که شما در اینجا آمدین با هم دیگری سر و چهار میشون تشکری از شما میکنم که دایی کوی که رای دور که شما به ما رسیدین تشکری از شما میکنم بس تشکری دوباره در آخر یک چند خانه را نشان بدید از دور بله سه نمی اگر بیای این خانه شما خانه‌ای که میبینی از نمی کاکای مدالم است کاکا مدالم بله تخریب کردن با این باریش و با آبی باریش از نمی کو او می اون چوبا را جمع کردن اولاد دیگه از اونجا سرازیر میشه دیگه بله سه اولاداش از اون خانه کسی نیست ما بیایم نه دیگه اینمی یک مدت اینا در کار میکنن اینمی خانه را که میبینی اینمی بسته بعد از کار شده و کاروچی کار شده اقتصادی یگانه چیزی که شما مالداری داشتین حالی هم ندارین نه فهم نه از حال نداریم دیگه مالداری که تکمیل شد رفت نیست بجا ماجری رفت نیست بجا چی رفت نیست بجا چی والا حالی کار داری اونجا کار میکنی بله سه اما خانه همین شکل است بله سه بله اینجا بوزام چیزی دارین یک چه چهار تا مال همینجا طبقه داشت حالی هم از چند تا داری کاکا یک دو تا سه تا نمیخوام ما بریم همینجا را ببینیم کاکا عبدالرحمن بیا بریم زحمت کشیدیم نوشی جانت با یک کاروچی با یک دست شد جای این خو یک نمونه ایش از کاکا این خونو چپاتی عکسی را کشیده باره نه پس سر دوستای عزیز خانه گلی را ساختای سمایی این خود تاب نمیاره اینجا که آب آمد دیگه نمی تو زد پایین خلاص سلام تو کس کی پوتو مدالم کی پوتو کاکا مدالم کی پوتو کاکا سلام نام چیست میروالی کاکا میروالی عروسی کردی نه بله اینجا کی مجرد است خیلی مجرد هست چندان چه قاقلین دادی ما 2 لک روپیه خدمت یک آدم غریب مریض هم هستم هیچ هم نیست غیر پروار چه کارا میکنی هیچ هم بکن خب هیچ کار ندارم
و تو کوکو؟ کاری نیست بیکاری سینمی خانه چپا شده در مصرف نمیناست. و انشالله ما دعا میکنیم که بیشتر جور شد و کسایی که اگر وستوانش می بود امرایتان کمک میشه. سعید زنده باشین و تشکر کوکو. خیر باشید، زنده باشید. راست بخشدان زنده باشین. باز میایم یک روزی بخیر. سلام. تشکر. جهاد نه کارش دارم. سلام. نام تو چی است؟ نامت؟ نه نعمت الله خان. و ما 1 کیلومتر دورتر از ساحه هستیم که راه ما یگانه با مرکب آمده میشه، ما راه موتر و متشکل نیست. سلام کاکا. و علیکم سلام. نام چی است کاکا؟ نام ما میرمزا. کاکا میرمزا. حج رفتین؟ نه حج نرفتم صاحب. حج نرفتم. امتنان دارم که اگر قسمت شما میرم برم. کجا سفر کردی کاکا؟ سفر خانه ما نسبت چند تا خانه ما اینجا برادرای ما است، بچه ما ای بالا است همیشه. شما اصلا کدام قوم هستین؟ ما قوم گجور هستیم، گجور. و رسم رواج قوم گجور ما چه قسم است کاکا؟ رسم رواج قوم گجور کدام رسم پرسان؟ رسم عروسی، خیرات، توی، عیدی، ایدانه. رسم رواج توی و خیرات چیزی که رواج بود همون رواج هم میکنیم، توی هم میکنم. اینا برادر شیرین همی 1 لک و 2 لک و 80 و 50 این همی رسم رواج ما مردمی قالین است. یک قالین یک بچه یا دختر چند است؟ 1 لک؟ باز مال هم میتا، مال گوسفند مال میتا، خانه شم میتا، مال میتا، هر چیزی. خود چند ساله هستی کاکا؟ ما 80 رفته گستیم. ماشاءالله 80 ساله کاکا. در کوههای ما یک قسم میگره که من مانده شده بود. کاکا چی میخورین بیشتر؟ چی میخورین؟ خود چی میخوریم؟ همین چیزی که قسمت من بود همون رو میخورم. مثلا دوغ، شیر. همین وقت شیر و دوغ آمد، دوغ و شیر و قطق و روغان و همین چیزی رو میخورم. وقت زهرشاه یادت میه؟ وقت زهرشاه یاد ما میه. ما برادر جان ما وقت داود رحمتی داود خان. داود خان. رفتیم عسکری رفتیم. اینا کاکا عسکری هم کرده؟ عسکری رفتیم. گفت مرا صحیح بشناس رفیق که 6 ماه با داود خدمت کردیم. داود شهید شد، همون خانه خراب کشت قادر. اینا برادر شیرین با امی چی بودیم با سلامین، همون کی لین بود، همون حفیظ الامین ترکی. زمان ترکی رقصه میکنه کاکای ما. ترکی بود عسکری تا پل خمری بودیم، برق بند دوی پل خمری. پل خمری هم وظیفه کردی کاکا؟ عسکری من. عسکری. باز کجا رفتین در عسکری؟ گپ مرا گوش کو. برای چی میگم؟ عسکری اونجا بودیم. یک کندک مشرمان بود، میرمزا خان بود، این جلال آباد بود، افغان بود. این فرخار چی وقت آمدین کاکا؟ پرخار یاد ما، خب پرخار یاد ما پیش آمدگی استیم. پدرای بابا کرانای ما ایجا آمدگی است. اصلا از کدام کشور هستین؟ از کجا هستین اصلا؟ اصلا از کجا هستین؟ اصلا جای ما معلوم نیست کجای چی میکنیم. چی آمدیم؟ اسمار و چی آمدیم؟ اسمار پاکستان یا گجرات هندوستان. هندوستان. برادر شیرین همین کلی کجور هستم. چرا کاکا جایی که کوه است و جاهایی که کوهبند سنگ زندگی میکنین؟ بله؟ جایی که بلندی کوه ها شما زندگی میکنین، چرا هواری نمیین؟ خب گپ ما رو گوش کن. ما مردم که هستیم مالدار هستیم. مالدار هستیم. رفیق همی کوه هم پشت مال و همی پشت چوپانی و دقانی و این زندگانی کدر رئیست دیگه. کاکا چند پاچایی یادت میه افغانستان؟ اشرف غنی، کرزی. گپ ما رو گوش کن. همی چی زرشایی، حفیظ الامین، دکتر نجیب، داود خان، زرشا یاد میاد. حفیظ الامین،
برادین ربانی ربانی کرزی سیوان چندین پاچه. کدام پاچای خوشت میه؟ از کدام پاچای خوشت آمده؟ خوش بودی؟ پاچه بود که داود خان بود و ظاهرشاه بود و همون پاچه خوش ما می آمد. ولی پاچای خوشت نمیه؟ این پاچه خوش ما می آمد. این پاچه غریبانه است. این کاکا خوب گپ زد. نه گپ ما رو گوش کن. علی خدا این پاچه ما خوش است. گپ همیست برادر شیرین این حکومت غریبانه است. غریبانه است، غریب دوست است. غریب دوست است. و کاکا را قصه کنید که شما مدت ها کوها زندگی میکنید. سر شما ظلم هم شده؟ ظلمی که ما مردم گجور دیدیم هیچ کسی دیگه ندیدم. قصه ها میکردن میگه زنده با گور شدین، آتش سوخته شد. مردم ما همین سرای ما را برادر شیرین همین چی یک منطقه را چی میگه درخ زوب میگه اونجا سرای ما مردم شاو برادر رفته اینا را برادر سوزانده خانه‌ش سوزانده همین زنا با چیکاچه سوزانده برادر شیرین همین مردم همین فقط مثل یک زخار برای همین را برادر کشیده برده دا میول سوالی بود پس بود بعد گور کرد. تشکر از شما کاکا. چی پیام داری؟ ترا میبینن اوجا کامرا میبینه ترا مردم. چی پیام داری؟ پیام همی ما همیست که رفیق خدا همی حکومت سرمان نگیره. پایدار داشته باشه. پایدار داشته باشه. ما همیشه وقتی حکومت مسلمانی ما آمادگی هستیم. انشالله 1000 ساله شوی بخیر. نه ما آمادگی داریم. یعنی حکومت ما خوش هستیم. کاکای حکومت غریب است. خواستان این نیست که بیای بخیر در شهر و بازار برتان خانه جور کنن؟ علی ما شهر و بازار میایم وقتی ما خانه جور کنم ما خوشمان بیا. ما همینجا هستیم. ما قدر جای سیم نداریم که برادر شیرین یک جای با ما مردم کسی بتا که ما یک جای جور کنیم بشینیم. تشکر از شما کاکا. ما از شما همی گپا را میخواهیم که برای ما همی حکومت غریبانه یک جای بتا که ما یک جای بشینیم. بشک انشالله دوستای عزیز گفتنی کاکا را شنیدین و چالشایشان هم شنیدین. انشالله گفتنی ما رو که شنیدین را بخیر گپ همیست. اگر کدام گپی گنده زده باشیم شما خواهش میکنیم. تشکر. زنده باشی. دیگه از ما چی خدمت میخواهیم. تشکر. انشالله میم یا باز بسیار قطخی و قروتا جور میکنه. باز بو وقت هم باز میم بخیر. صحیح است؟ علی وقتی قروتا و قطخی بود برادر اگه آمده هر کدام همی خانه هر جایی که آمده برایتان میت هر کسی. قروتا بود، قطخی بود، قایماق بود، روغن بود. تشکر. زنده باش. بخیر باش. دوستای عزیز در ادامه با ما باشید. بنده عزیز جای قرار دارم که جوانای فرخار است اینجا و چی طبیعتی و چی شرشر آب و بسیار لذت بخش است. بیاین معرفت داشته باشیم با جوانای فرخار. سلام وقتتان بخیر بیادرم. وقت شما بخیر. اسم شما؟ شکیب جان. و این دوستایتان هم میتونی معرفی کنی؟ جانا میر محمد رومین جان از رسول فرخار قریه کندال و احمد طیب جان رسول فرخار قریه کندال کیومرز جان رسول فرخار قریه کندال. خب این صلاحالدین کاکا هم هست. صلاحالدین کاکا از دشتی بالا رسول فرخار. خب چرا آمدین؟ چی میگین بخیر؟ آمدیم اینجا یک ذره منظره میکنیم، طبیعت میکنیم، یک چند دقیقه طولا میزنه برامون گوش میکنیم. باز کجا میرین چکر؟ بهترین جای مقبول فرخار کجا است؟ فرخار چمن خسته داره، ورسج داره، نمی لبای دریا بسیار جای خوب داره دیدنی.
و اینجا مردم ها چنگ و نه می نوازه اینجا هست ها میزنن براتون. و ایتولا امروز کی می نوازه بخیر برای ما؟ کیومرز جان بیادری ما برامون. کیومرز جان. کیومرز. بله. کیومرز جان یک ذره برای ما می نوازه. ما شما دیگه جا آرام گوش میکنیم. و چی لذتی داره لب دریا هستیم و طبیعت زیبای فرخار شمال خوبش. شمالای خوب. کیومرز جان برای ما پیش از نواختن توله بیای امروزشان تعریف داشته باشیم. چه وقت میشه توله می نوازی؟ ما داودی تقریبا هفته شد. چرا ای در فکرت آمد که توله بنوازی؟ مرا چی بگم براتون دیگه بودم که تو که یک بودم که عاشق میشه باش همون گفورا چی میکنه؟ نه گپ واضح شد بنده عزیز. آیا عاشقیم کردین؟ بله میشه. کامیاب موندی یا ناکام؟ کامیاب موندم. اینا باز میموندی توله را دیگه رد شلا میکنی؟ والا تا وقتی که عاشق هستم میدونم دیگه بود از که چی کرد دیگه باشه خدا میدونه دیگه. خب دوستای عزیز کیومرز جان برای ما توله می نوازه و خاطره ها هم داری از توله؟ بله میشه. چی خاطره داری؟ وقتی که بسیار غمگین باشی یا خوش باشی کدام حالت توله میزنی؟ وقتی بسیار غمگین میشم دیگه میام لبای دریا یکم شب زدن میشینم دیگه میزنم نمیدونم. این لبی دریا که ما گبی کدام تو میگم مردم که به زنده میشه. خب بنده عزیز ما کیومرز جان توله میزنه برای ما سعی بنوازین. کدام چیزا براتون بزنم؟ امو سازی که بنده عزیز خوش کنه و بیشتری دوستایتان هم میگه که امو بنوازین کدامش هست؟ والا بیننده دیگه چی میگن دیگه دوستایمون هر فرمایش میده دیگه هر فرمایش. تا اولش بنواز ببینیم اگر خوبش نبود بازگیش صحیح شه؟ هر رقم اختیار نشه. صحیح. واقعا که دوستای عزیز لذت بردیم. اما کیومرز جان یک آهنگ است و شما ساز چه بزنید صحیح؟ میگه از فرخار آمدم و به خاطری که دوستای فرخار آمدیم امروز. از تخار آمدیم میریم فرخار بخیر.
بسیار زیاد تشکر کیمر جان، خداوند کمتان نکنه. و یک خصوصیاتی کسی که دوستای عزیز طله میزنه بیشترین وقت غمگین میباشه و ناله دل خود را از طریق طله میکشه. در ادامه دوستای عزیز با ما باشید و رسم رواج فرخار را انشالله می داشته باشیم. بیننده عزیز بازم خوش آمدین و ما قریه کندال هستم و خانه رئیس ابن نجم‌الدین و بیاین بپرسیم که رسم و رواج در ولسوالی فرخار ما و از قوم‌های مختلف از میگیریم. اول از شروع میکنیم از قریه کندال و بعدا میریم طرف قوم گجر یا اسماری ها. سلام وقتان بخیر رئیس. سلام علیکم و رحمت الله. شما خوب هستین؟ خیر هستید؟ خوش آمدین. صفا. عیدم بخیر گذشت. عید شما مبارک. الحمدلله عید بسیار خوش و خوشحال بود. الحمدلله عید ما بخیر گذشت. خدا کنه که عید شما هم بخیر گذشته باشه. رئیس، ما قوم‌های مختلفی داریم در ولسوالی فرخار. ما ولسوالی فرخار متشکل از 3 قوم است که یکی فارسیوان داریم در اینجا، قوم گوجر داریم و قوم پشتون. در اینجا ازبک و هزاره نداریم. ما البته از این 2 قوم نداریم. قوم پشتون است، قوم گوجر است و قوم فارسیوان است. در اینجا 3 قوم زندگی میکنن. رئیس، بیشتری از مردم میپرسن که آیا میگه فرخار هم پشتو زبان ها دارن؟ بله پشتو زبان داریم. بله. بسیاری مردم هم پرسیدن که آیا این مردم اصلا از فرخار هستن یا از جاهای مختلف آمدن؟ اصلا از فرخار هستن. اینا از این پدر و بابا و اجداد از اینا هم در این فرخار زندگی کردن، از این فرخار هستن. بازیجا کدام مذاهب یا مذهب وجود داره ولسوالی فرخار؟ اینجا الحمدلله کلش یک مذهب است. اینجا چند مذهب مختلف نیست. مذهب علی تشیع هم بودن، آیا هستن؟ یگان خال بودن که فعلا نیستن. و مردم چرا گجرها را اسماری میگن اینجا؟ اینا خو از منطقه اسمار آمدگی هستن و یک تعدادی از یکی از منطقه گجرات پاکستان است که در امو قدیم بابای از اونا به اینجا آمدن و عودت کردن آمدن و اینا را فعلا به همین 2 زبان یاد میکنن که هم اسماری میگیم که یک شاخه از اینا از اسمار آمدگی است و گجر میگیم که یک شاخه از یا هم که 2 کنده بود، یکیش از اسمار و یکیش از همو منطقه گجرات پاکستان که است. اینا آمدن در همو گذشته و نمیجا ماندن فعلا به همون نام تا حال یاد میشن. و اول دوستای عزیز میپرسیم رسم رواج و از فرخار صحبت می داشته باشیم. رئیس، مردم کندال میگن، قریه کندال، شما که اینجا رئیس هستین یا یک وکیل قریه‌دار کندال، رسم رواج شما اینجا چطور است؟
رسم رواج ما مردم سه از پدرای ما که هستن در اینجا یکی از ویژگیشان همی است که مردمی میمان نواز هستن. اگر در یک خانه اگر میمان بیا با آن جایی که همه خبر شوه بفهمن که در اونجا میمان است، همه از امو بیگه اگر هر چی که دارن در خانهشان گرفته میان به پیش از امو میمان و نزد از امو میشینن که از امو صحبت میکنن تا که او دق نبیاره. و دیگر رسم رواج از اینا به ارتباطی تویی که میکنن اینا مردم در بینشان یگان ازدواجایی که میشوه میرون به خانه امو دوست خیششان خواستگار میرون. باز اگر او که راضی شوه اینا در ابتدا ما طبق دوزی میگفتن که رواج بود، طبق دوزی میبردن که حالا او طبق دوزی فعلا به شیرینی خوری تبدیل شده. در وقتا اگر طبق دوزی اگر کسی او را گیری میکرد او را آزار میدادن، اذیت میکردن و روزی که مردم توی میبردن به خانه دختردار رواج ما همی بود که آرد میگرفتن به طرفی از مردمایی که در اونجا توی می آوردن. اگر مال و جنسی کپا می آوردن بالا از اونا آرد می پاشیدن. این رواجایی بود که در قبل بود، حالی رواجات تغییر کرده و مردم یک اندازه عصری شده. رئیس یک جوان خانه خود رفتن نمیتونید؟ اصلا از دبابت روز خویش رفته نمیتونست. اگر شبم میرفت بسیار با مشکلات سختی روبرو میشید و میتونست که بازو به مو خانمش برسه. در غیر از اگر او را خسارش میدید یا خسارورش میدید یا همسایش میدید یا اگر نزدیکای اما دختر ایرا میدید حتما او را جزا میدادن. و مهر یک دختر آرسی ها که میشه چنده است ولسوالی فرخار؟ قبلش خو البته بسیار کم بود. باز در اواخر مهر تا 5 لک دمیجا گرفته شده. باز نظر به اقتصادی هم مردم رای دور و نزدیک حتی در نظر میگیرن. اقتصادی هم خانواده را در طرفه در نظر گرفته. بروی از او باز یک تفاهم دارن. منتها تا 5 لک هم گرفته شده است. رسم رواج عروسیشان چه قسم است؟ باز یا یک وقتایی بودند که مردم مال میبردند خانه دختر، ولی هم میبرند مهریه مال میبردند یا گوسفند یا گاو بدیلشان. او خو در مهریهشان خو پول نقد رواج است که پول نقد میتن و در ضمن پول نقد ای مال که یکیش از یک رس گاو است که در ابتدا یک رس گاو میبرن. باز گوسفند و بز هم زمینی ازی است که او را به دختردار میبرن و امو روز اول که میبرن امو گاوش به حساب میکشن. نان قومشان میتن. این رواجشان است که یک نان قوم بچه دار میته و یک نان قوم هم دختردار میته. اردی ازی باید 100% نان بتن. این رواج ما هست که نان بتن. غیر از که ما شیرینی خوری هم میکنیم و شیرینی خوریش حساب ایت نیست. در ضمن شیرینی خوری باز یک نان قوم ما داریم رواج در بین خودمون که باید ما قوم خودم نان بتیم. رئیس یک چیزی ناگفته نمانه. رسم رواج ما 3 قوم هستند که گفتین پشتون و فارسیوان یا فارسی داری زبان ها و اینجا گوجر هم هستند. با 3 قوم چطور است روابط با شما؟ آیا روابط دارین با پشتون ها و گوجرها؟ ما الحمدلله بسیار روابط نیک داریم بر 3 قومی که هستیم در اینجا. بسیار روابطمون روابط نیک و خوبی است. در بین 3 قوم در رسم رواجا قومای پشتونی ما قومای فارسیوان ما رواجشان یک رواج است، اما از قومای گوجرات ما یک کمی متفاوت هستند که اونا یکی از رواجاشان همی است که دختر عروس هم میارن در خانه داماد نگاه میکنن. عروس خانه داماد نگاه. عروس اگر از رای دور و نزدیکی گسته او را میارن به خانه داماد. یک شب اوجا تیر میکنه با سباش او نکاح میکنن. البته که او شبم که اگر اوجا تیر میکنه اونا کدام نزدیکی و گپا نیست، صرف او مهمان است در او خانه. مهمانیش یک شب تیر میکنه. بعد از او بازیجا اینا عقد نکاح صورت میگیره. این مقدر تفاوت داره و اونا همون روزی که نکاح میکنن باز همون روز قوم خدا باز همون روز نان میتن. دیگه قوم پشتونی ما و قوم فارسیوانی ما اینا رواجشان یک رواج هستن. اینا هیچ کدام چیزشان متفاوت نیست. یعنی رسم رواج شما و پشتون ها یک چیز است؟ یک چیز است. و یگانه چیزی که فرق داره و گوجرها هستن و قومای گوجرات ما و هستن. رئیس گفتند که در اول قصه کردیم میگه ما رسم رواج چون میرم از عروسی هاشان قصه کو چطور از عروسی ها از
خوراک و چی تهیه میکنن روزای عروسی؟ روزی عروسی سه از اونا نمو پلاو از دیگه رواج نمو برنج است و گوشت است و نمو را تهیه میکنن و جور میکنن. دیگهش متفاوت نیست، فقط نمو نانشون نمو پلاو است که جور میکنن. و یک رواج دیگه هم دارن، اینا یک بگم چیزی خوبی است که از گذشتهشون برشون مونده. اگر در بین اینا خدای نخواسته یگان مرده میشوه، جنازه میشوه، اینا با مردمی که به جنازه میرون اینا امرا یک توفه میرون به خانه از او، به خانه مرده‌دار امرا یک توفه میرون. البته توفه از اونا دیگه در بینشان که مردم عاید و درآمدشان از طریق مالداری است، لایق توان و قدرتشان اونا مال میگیرن میبرن به خانه امو بگم غمدار و درددار، به خانه از او مال میبرن. و در مراسمای عروسیشون هم امیر رواجشون همی است که به خانه امو داماد که میرون با اوجا اینا امو چیشان بر اسم خودشون که شنک میگن، امو مال است که مال میگیرن میرون با اوجا که برای از یک کمک شود. آزاداری یک قوم، یعنی یا مال میبرن تا و احساس تنهایی نکنن. بله، با اونا مال میبرن، با اونا به حساب دستگیری میکنن که چون او آدم اینا یکی از خانوادهش از دست داده و اقتصادشون ضعیف است. اگر دار نادار باشه این یک رواجی بینشان هست که اینا در اون روز بخش از او یک دانه مال به نام شنک گرفته به خانه از او میروند. شنک اصلا همین مالی میبرن، مالی میبرنشون سه به میره کلمه شنک در استعمال میکنن به حساب. برای ما که او دوستایی که میبینن باز در کمین ناشته میکنن که شنک چی معنی. البته ما میگیم سوغات میگیم به چیز خودمون یا توفه میگیم که میبریم، اونا یک رسم انانات بینشان است که به نام شنک میگن که رو حساب میبرن بخش از او. و یک چیز دیگه هم است باز عروسی که داشته باشیم رئیس، باز یک چیز میگه پس عروس. البته نه این پس عروس باز متفاوت است. پس عروس کسی است که زمانی که عروسی صورت میگیره از خانه عروسدار 2 نفر یا 1 نفر از طبقه اوناست، البته ذکور نه، از طبقه اوناست که از نزدیکای امو دختر باشه، او میروه امرای امو عروس خط میروه به این معنا که او در او خانه نابلدی نکنه و یک شب امرایی میکنه با امو عروس که البته در خانه خو یک جای نیستن، جاش جدا هست و عروس شاد جاش جدا است، البته هم یک شب با او امرایی میکنن. او را باز پس عروس میکنن. رئیس، سکونت بیشتر اسماریا کجا هستن؟ بیشتر کجا یا سکونت دارن؟ زندگی کوچانه است؟ کجا حضور می داشته باشه؟ اینا در مجموع که بگیم به اطراف زندگی میکنن، در منطقه کوبند هستن، بیچاره بسیار مردمی بگم فقیر هستن، مردمایی هستن که جای در آبی جای بود و باش ندارن، خانه در جا ندارن، خانه و زندگیشان در امو کوه است. این مسلمان ها کدام باغی کدام حولی اطرافی از یاته باشه ایتو ندارن، تنها در آمدی از اینا از اینمو طریق مالداریشان است که در این اواخر چندان مالداری هم نتیجه درستی نداده، آفات و امراض زیاد شیوع کرده در اینجا که مالاشون زیاد تلف شده، بیچاره بسیار در حالت فقر زندگی میکنن و خودشان همیشه با مردم نمی چوپانی میکنن، پادوانی میکنن، یگان کارای شاقیر با دیگرها انجام میتن که از اینمو طریق یک لقمنان اونا به دست میارن میخرن، اما بسیار مسافه دوری را اینا طی میکنن که دیروز خود ما رفتیم خواستیم که به خانه از یا برویم اینا را یک عید مبارکی بتیم، تقریبا به 2.5 ساعت پیاده راه کردیم که در 2.5 ساعت ما به اوجا رسیدیم که اصلا به اورایی که رفتیم رای نیست که انسان به اوجا بروه و علم کار کنه که به ایجا بروه، اما اینا توسط مرکب با هموجا میروند، آسیاب میآیند، مریضی از یا خستگی از یا زیادتر اینا درا مریضی از یا که بالخصوص در طبقه سیاسر که مریض اولادی می باشه، اینها بسیار تعداد کمش به کلینیک ها میرسن، دیگری از این دنمی راه تلف میشن، از اینمی دوری را، از اینمی مشکلاتی را که اینا بسیار با مشکلات سخت اینا روبرو هستن. تو جای است که یک آدم خود تنها کشیده نمیتونه کجا ببونه که 2 آدم او را یک جای بگیره و انتقال بده. مردم بسیار مردمی حقیر و فقیر هستن، بسیار مردمی خوبی هستن، مردمی که سالیان سال بوده دینی مردم یک چیز بودن، یک سازگار بودن با این مردم، بعدش به مردم ما رسیدگی تا هنوز نیست. مردم هم از اینا خوشحال هستن و خرسند هستن. رئیس تشکر از شما. دوستای عزیز با ما باشید و بقیه برنامه را شما
ببینید انشالله. دوستای عزیز، برنامه امروزی ما میجا انشالله به تمام میشه. تا برنامه بعد، تا یک فرهنگ و یک عنعنات خاص افغانستان ما، استخار، کندوز، بدخشان که حضور شما و من خطاب برمیگرده. تا برنامه بعد، الله حافظتان.